همه انسان‌ها در حال حرکتن. همه به سوی هدفی قدم برمی‌دارن. اما اینکه اون هدف چی هست و اون مسیر قراره به کجا ختم بشه، انسان‌ها رو از یکدیگر متمایز می‌کنه. درست در 28 ژوئن 1971 پسری در پریتوریای آفریقای جنوبی متولد میشه که دنیا رو متحول میکنه. اسمش ایلان گذاشتن. اولین فرزند ارول و میماسک. پدرش مهندس برق و خلبان بوده، مادرش هم یه مدل اهل کانادا. اون از بچگی به کتاب خوندن و مطالعه علاقه زیادی داشت. همیشه مشتاق بوده کتابای در مورد ناپلئون و الکساندر کبیر بخونه. نویسنده مورد علاقه‌ش هم آیزاک آسیموف بود. این نویسنده اکثر کتاب‌هاش برای نوجوانا تألیف شده و بیان روان و شیرینی داره. اون اغلب از مدرسه بعدش میومد و خاطره خوبی از مدرسه نداشت. خاطر اینکه بچه خیلی باهوشی بود، وقتی که افکارشو به همکلاسیاش میگفت مورد تمسخر قرار میگرفت. اون همکلاسیاش احمق خطاب میکرد و همین باعث میشد که بارها ازشون کتک بخوره. حتی یک بار همکلاسیاشون از رو پله انداخته بودن پایین و باعث شد یک هفته نتونه مدرسه بره. پدرش میگه این زد و خوردا توی آفریقای جنوبی و مدارسش خیلی طبیعی به شمار میاد. اما همین موارد باعث میشدن که ایلان روز به روز درونگراتر و کم حرفتر بشه. گفتیم که اون عاشق کتاب بود. کتابای تخیلی زیادی میخوند. اونا رو با هم ترکیب میکرد و به این فکر میکرد که اگر بخوایم آینده بهتری داشته باشیم چطور باید از تکنولوژی استفاده کنیم. همیشه و همه جا هم کتاب دستش بود. کتاب خوندن زیاد اصلا براش عجیب نبود. خانواده‌اش تعریف میکنن یه بار که به فروشگاه رفته بودن یهو میبینن که ایلان نیست. در به در دنبالش میگردن، میبینن رفته توی فروشگاه کتاب و نشسته و غرق کتابش شده. ایلان از 8 سالگی پدر و مادرش به مشکل خوردن و جدای از هم زندگی میکردن تا در 10 سالگی که از هم به صورت رسمی جدا شدن. ایلان و برادرش چون حس میکردن که پدرشون تنهاست رفتند و با اون زندگی کردن. اما پدر ایلان یه آدم معمولی نبود. پدر ایلان انسان سختگیری بوده و رفتار چندان خوبی با ایلان و برادرش نداشت. اون میگه پدرم ترسناکترین موجودیه که توی عمرم دیدم. هر کار شرورانه‌ای که فکرشو بکنید پدرم انجام داده. حتی خود ارول یک بار تعریف میکنه که 3 تا فرد مسلح به خونه‌شون اومدن و قصد دزدی داشتن. اونا 52 تا گلوله سمت ارول و دخترش شلیک کردن، اما هیچ کدوم به هدف نخورد و ارول تنها با 2 تا تیر هر 3 تای اونا رو کشته بود. با یه تیر 2 نفر رو کشته بود و با یه تیر هم اون یکی و همین باعث شده بود که حتی محاکمه بشه. اما بعد از اینکه فهمیدن دفاع از خود کرده تبرئه‌اش کردن. یک بار که ایلان با پدرش به فروشگاه رفته بودن چشمش با یه مانیتور میفته که جلو چند تا کلید داره. با پیچ باباش میشه که اینو حتما براش بخره. اون اولین کامپیوتر زندگی ایلان بود به نام کومودور ویک 20. بعد از خرید این کامپیوتر ایلان شروع میکنه به یادگیری خودآموز برنامه نویسی. پدرش که میبینه خیلی علاقه داره به برنامه نویسی اونو کلاس هم میفرسته. اما ایلان بعد از چند روز دیگه کلاس نرفت. گفت که معلمم سطح اطلاعاتش خیلی کمتر از من بود و کلاسا برام فوق العاده حوصله سربر بودن. 12 سالش بود و آتاری داشت. تصمیم گرفت برای خرج و مخارج بازیاش و خرید یک کامپیوتر جدید یه پولی به دست بیاره. شروع کرد به برنامه نویسی. یه بازی ساخت به نام بلستر. این بازی به این صورت بود که ما یه سفینه داشتیم و باید سعی می‌کردیم سفینه‌های دشمن رو نابود کنیم، مثل بازیایی که خودمون بچگی انجام میدادیم. گذشت تا ایلان 17 سالش شد. زمان رفتن به سربازی فرا رسیده بود. در اون زمان آفریقای جنوبی درگیر جنگ داخلی بود و ایلان اصلا دوست نداشت که به سربازی بره. تصمیم گرفت که مهاجرت کنه. از بچگی دوست داشت که بره آمریکا ولی شرایطشو نداشت. گفتیم مادرش اصالت کانادایی داشت. از طریق مادرش تونست که ویزای کانادا رو بگیره و به کانادا مهاجرت کنه. اونجا مادرش زندگی میکرد. اما مادرش هم وضع مالی خوبی نداشت. ایلان برای تامین هزینه‌هاش مجبور بود که خونه فامیلا زندگی کنه و حتی در مزرعه اونا کار کنه. اون به کارهای دیگه مثل بریدن کنده درخت و تمیز کردن اتاق دیگه بخار در یک کارگاه چوببری هم مشغول شد. ماسک در سن 19 سالگی وارد دانشگاه شد. بعد از 2 سال با دریافت بورس تحصیلی از دانشگاه پنسیلوانیا، رویای زندگی در ایالات متحده رو به واقعیت تبدیل کرد. در مدت 3 سال موفق به دریافت 2 تا لیسانس در رشته‌های فیزیک و اقتصاد شد. هزینه دانشگاه زیاد بود، اما
فکر ایلان خوب کار میکرد. اون و دوستش پولاشون رو روی هم گذاشتن و یه خونه بزرگ اجاره کردن. شبا توش برنامه میکردن، همون پارتیای شبانه به ازای هر نفر $5 میگرفتن. حدوداً هفته‌ای بین 500 تا 1000 نفر میومدن توی این پارتی شبانه و درآمد فوق‌العاده‌ای برای ایلان داشت. اما ایلان باز هم پولشو الکی خرج نمیکرد. اون به جز پول غذا که $1-2 میشد، بقیه‌شو پس‌انداز میکرد. سال 1995 ایلان برای گرفتن دکترای فیزیک کاربردی به دانشگاه استنفورد رفت. همین کار پیش‌زمینه‌های ورودش به سیلیکون ولی رو فراهم کرد. اونجا با پدیده‌ای به نام اینترنت آشنا شد، چیزی که بیرون از اونجا وجود نداشت و مردم ازش خبر نداشتن. اینترنت اینقدر برای ایلان جذاب بود که 2 روز از کلاس‌های دانشگاهش نگذشته از اون انصراف داد و تمام ذهن و فکرش درگیر اینترنت شده بود که هر جوری شده یه کاریو تو این فضای جدید راه بندازه و به درآمد برسه. خیلی زودم به ایده رسید. اون و برادرش تصمیم گرفتن یه سایت بزنن به نام زیپ2. اونو برای زدن این سایت پول نداشتن، مجبور شدن رو بزنن به باباشون. باباشون هم روشون رو زمین ننداخت و $28,000 بهشون داد. خیلی‌ها معتقدن که اگر این کمک‌های پدرشون تو این بره از زندگیشون نبود، ایلان هیچ وقت به این موقعیت فعلیش نمیرسید. حالا کاربرد این سایت چی بود؟ این سایت یه دونه مپ داشت که اکثر کسب و کارهای مهم توی این مپ مشخص شده بودن. یه چیزی مثل گوگل مپ الان. ولی خب اون زمان خیلی مثلا چیز پیشرفته و خفنی بود، چون مردم مجبور بودن واسه پیدا کردن آدرس یه مکانی رو بزنن به کتاب و کتابخونه و این چیزا. این کار توی 20 سال پیش فوق‌العاده بوده. بیشتر کدنویسیش هم خود ایلان انجام داده. هم کلی پول درآوردن، هم خیلی از کمپانی‌ها رو با پدیده‌ای به اسم اینترنت آشنا کردن. با ورود و ثبت نام کسب و کارهای مختلف روی سایت زیپ2، ارزش اون روز به روز بیشتر میشد. بالاخره بعد از 4 سال کمپانی کامپیوتری کامپک سایت زیپ2 رو به مبلغ $307 میلیون خرید. از این معامله $22 میلیون به ایلان 28 ساله رسید. وضع مالی ایلان از این رو به اون رو شد. برای اینکه بهتر متوجه شید $22 میلیون چقدره، باید بگم که کل ثروت جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا کلاً $10 میلیون. اما ایلان این پول رو هم الکی خرج نکرد. شروع کرد به سرمایه‌گذاری. حدوداً نصف این مبلغ رو داد و یه شرکت مالی تأسیس کرد به نام X.com. X.com شرکتی بود که مردم میتونستن مبادلات بانکیشون رو از طریق اینترنت انجام بدن. اون زمان مردم به اینترنت اعتماد نداشتن به خاطر تازه بودنش و پولشون رو تو این فضا جابجا نمی‌کردن. ایلان برای رفع این مشکل یه ترفند تبلیغاتی جالب ابداع کرد. اون گفت که هر کسی در سایت ما ثبت نام کنه $20 جایزه میگیره. به ازای هر نفری که دعوت کنی $10 جایزه اضافه هم میگیری. این ترفند جوری شد که تا همین امروز هم خیلی از شرکت‌های بزرگ ازش استفاده میکنن و کار ایلان هم با این گرفت و مردم بهش اعتماد کردن. اونا یه رقیب داشتن به اسم کانفینیتی. این شرکت کانفینیتی هر کاری میکرد نمیتونست مردم مجاب کنه که بیان سمت سایتش و در آخر هم با X.com ادغام شد. با ادغام این دو شرکت کمپانی معروفی تأسیس شد که احتمالاً همه اونو بشناسین. پیپل رشد فوق‌العاده‌ای داشت. تنها بعد از 2 سال این کمپانی $1.5 میلیارد فروخته شد. شخصی به نام پیرو میدیار که اصالتاً ایرانی هم بود، رئیس کمپانی ایبی، یکی از رقیبان بزرگ پیپل، اومد و پیپل رو خرید. ایلان ماسک هم بیشترین سهامو تو این شرکت داشت و تونست $180 میلیون از فروش این شرکت کاسب بشه. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you baby. ایلان فکر میکرد که فضا خیلی ناشناخته است و همیشه به فکر سفر به مریخ و دیگر سیاره ها بود. اون میگه جلوی پای بشر 2 راه وجود داره. یک، اینکه تا ابد روی زمین بمونه تا به یه دلیل منقرض و نابود بشه، یا اینکه شرایط زندگی توی بقیه سیاره ها رو فراهم کنه و چند سیاره‌ای بشه. ایلان 100 میلیون از سود فروش شرکتش رو صرف تأسیس یک کمپانی پرسر و صدا به نام اسپیس ایکس کرد. میدونست که اولین و مهمترین گام برای سفر انسان به مریخ کم شدن هزینه سفر به فضاست و همین خاطر باید فضاپیمایی میساخت که بتونه چند بار بره فضا و برگرده، به قولی چند بار مصرف باشه. ایلان ابتدا پیشنهاد همکاری به ناسا داد و ایدهش رو مطرح کرد، اما مورد تمسخر قرار گرفت. وقتی دید راه از این طرف بسته است، رفت با روسیه قرارداد بست. پس از موفقیت چند پروژه این شرکت، ناسا دید که اشتباه کرد و باید با ایلان سر میز مذاکره بشینه. اونا اولین محصولشون به نام
فالکون 1 رو در سال 2005 تولید کردند. همین همکاری با اسپیس ایکس برای آمریکا سالانه 1 میلیارد دلار سود به همراه آورده. از بین تمام رویاهای ایلان، ایجاد یک کلونی در مریخ بزرگترین آرزوش به حساب میاد. اگر موفق به انجام این کار بشه، قصد داره یک سری انفجار هسته‌ای انجام بده، با این کار کلاهک‌های یخی رو بخار کنه و سیاره مریخ هم گرم بشه تا برای انسان‌ها و گیاهان زیست پذیرتر بشه. حالا وقت اجرای ایده بعدی رسیده بود. به پسر خالش زنگ زد و گفت که میشه با تأسیس یه شرکت برای خونه‌ها پنل خورشیدی نصب کنیم تا هزینه انرژیشون کم بشه. 10 میلیون دلار روی سولار سیتی سرمایه‌گذاری کرد. کارو به پسر خالش سپرد. خودش رئیس هیئت مدیره شد. اونا از 5 ایالت شروع کردن و خیلی زود تبدیل به اولین تامین کننده پنل‌های خورشیدی در تمام ایالات متحده شدند. حتی ارتش آمریکا هم با این شرکت قرارداد بست برای تامین انرژی‌های مورد نیازش. اسم شرکت تسلا رو از نیکولای تسلا گرفتن. اون پدر موتورهای الکترونیکی به حساب میاد. در اون زمان غولای خودروسازی در حال جولان دادن بودن. کسی به فکر خودروهایی با انرژی پاک نبود. اما ایلان ماسک این ریسکو کرد. سرمایه‌گذاری روی این شرکت یکی از پر ریسک ترین تصمیم‌های ایلان به حساب میاد. ایلان شرکت تسلا رو حتی از ورشکستگی نجات داد. بزرگترین فروش تسلا بعد از ساخت ماشین تسلا مدل S بود که تونست هفته‌ای 500 دستگاه ازش بفروشه. با سود این مدل ماسک سولار سیتی رو به صورت کامل خرید و اون رو با تسلا ادغام کرد تا برنامه‌های تولید انرژی پاک و ذخیره‌سازی انرژی رو گسترش بده. در سال 2013 ایلان ماسک از طراحی یک سیستم حمل و نقل پرسرعت به نام هایپرلوپ رونمایی کرد. هایپرلوپ یک کمپانیه برای حمل و نقل آسان‌تر، هم برای انسان و هم برای کالا. و ایدهشون اینه که کپسول‌هایی رو بسازن که داخل فضای یک لوله به صورت خلا قرار میگیرن و بدون اصطکاک و معلق به حرکت در میان. بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کردن که حاضرن میلیارد دلاری برای این پروژه سرمایه گذاری کنن تا اولین انسان‌هایی باشن که میتونن از این وسیله استفاده کنن. خود ایلان هدفش از سرمایه گذاری و تأسیس هایپرلوپ رو اینطور گفته که برای حل مشکل ترافیک یا باید روش جدید رو برای جابجایی پیدا کنیم یا تا آخر عمر با مشکلات ترافیکی شدیدتر دست و پنجه نرم کنیم. در سالهای 2015 و 2016 در دو شرکت هوش مصنوعی که یکیش اوپن ای آی که خالق چت جی پی تی معروفه مشارکت داشته، اما سال 2018 اوپن ای آی رو ترک کرد و علتش رو امکان تعارض فعالیتش در اوپن ای آی و تسلا برای توسعه هوش مصنوعی ماشیناش اعلام کرده. بارها درباره ترسش از هوش مصنوعی هم صحبت کرده و اون رو بزرگترین خطر برای موجودیت بشر نامیده. ایلان دومین کارآفرین در سیلیکون ولیه که موفق شده 3 شرکت با ارزش بیش از 1 میلیارد دلار ایجاد کنه. اون در شرکت‌های زیادی سرمایه گذاری کرده، ولی ما سعی کردیم بزرگترین و مهمتریناشو برای شما نام ببریم. ممنون میشم اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بود ما رو حتما حمایت کنید. ایلان ماسک در طول زندگیش 3 بار ازدواج کرده. دست کم 12 فرزند داره. ازدواج اولش در سال 2000 با شخصی به نام جاستین ویلسون بوده. اولین فرزندشون در سال 2002 متولد شد و در 10 هفتگی بر اثر سندرم مرگ ناگهانی نوزاد درگذشت. بعد از اون 5 تا پسر آورد. یه دونه 2 قلو و یه 3 قلو. در سال 2008 از جاستین جدا شد و در سال 2010 با شخصی به نام تلولارایلی ازدواج کرد. اونها در سال 2012 از هم جدا شدن، ولی 1 سال بعد پشیمونتر از همیشه دوباره با هم ازدواج کردن. این ازدواج هم در سال 2016 به طلاق منجر شد. ایلان در سال 2018 باز وارد رابطه شد با زنی به نام کلر باوچر و از اونم صاحب 2 پسر و 1 دختر شد. این رابطه در سال 2022 به هم خورد. ایلان در حال حاضر با زنی به نام شیوون زیلس در رابطه است. ایلان در شرکت نورالینک با شیوون آشنا شد. ثروت ایلان طبق آخرین آمار تا تاریخ 31 دسامبر 2024 421 میلیارد دلار تخمین زده شده. اون در حال حاضر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته میشه. در کل میشه ایلان رو فردی عجیب و ناآرام دونست. کسی که آینده‌نگری فوق‌العاده‌ای داره و هدفش از سرمایه‌گذاری‌هاش پیدا کردن راهی برای بقای بشر بوده. از اونجایی که بزرگترین رویاش ساختن تمدن در مریخ، باید تا وعده اصلی اون در سال 2029 صبر کنیم تا ببینیم اون
اون به این رویای بچگی میرسه یا قرار اتفاق دیگه‌ای بیفته. ما سعی کردیم توی این ویدیو زیر و بم زندگی ایلان ماسک رو برای شما فاش کنیم و شما رو با این شخص بیشتر آشنا کنیم. ممنون میشم که حتما برای ما کامنت بذارید و ایده و نظراتتون رو برای ما بگید.